درود بر شما دوستان عزیز. دولت شهید رئیسی، یا بهتره بگم معجزه‌ای به نام دولت شهید رئیسی. چرا؟ داشتم به این فکر می‌کردم که اگر بعد از دولت روحانی پشت سرش یه دولت همسو و همفکر با خودش میومد بر سر کار، مثل همین دولت الان، دولت‌های پزشکیان، الان من و شمای ایرانی چه حس و حالی داشتیم، چه درکی از اوضاع کشور داشتیم؟ آیا غیر از این بود که هممون باورمون شده بود که در شرایط تحریم و فشار خارجی نمی‌شود کار کرد، نمی‌شود اوضاع کشور رو بهبود بخشید، نمی‌شود شاخص‌ها رو بالا برد و نمی‌شود کشور رشد اقتصادی داشته باشه؟ آیا فکری و باوری جز این داشتیم؟ نه. هممون باورمون شده بود که بله، تنها راهمون سرخم کردن و باج دادن به ابرقدرت‌های غربی هست، مخصوصا آمریکا، تا گره این مشکلات باز بشه و کشور از این شرایط عبور بکنه. اما دولت شهید رئیسی تو اون فاصله کم که به هر نحوی که بود، خدا اونو بر سر راه ما قرار داد و تو همون 3 سال، تو همون مدت زمان کمی که ایشون و تیمش فرصت داشتن، به ما ثابت کردن که بله، میشود در اوج تحریم‌ها، در اوج دشمنی‌ها، فروش نفت رو افزایش داد، جایگاه ایران رو در صحنه‌های بین‌المللی ارتقا بخشید، کشور رو نظم داد، و اینکه من و شما هیچ وقت حس نمی‌کردیم که کشور رها شده و بی‌صاحب هستش. هیچ گله و شکایتی هم انصافاً نمی‌کردن با تمام فشارها و اذیت‌هایی که می‌شدن. این تنها اگر بخوایم یک مزیت از دولت رئیسی عزیز رو بیان بکنم، این هستش که دولت شهید رئیسی به ما فهموند که در اوج تحریم‌ها و مشکلات اعمال شده از طرف ابرقدرت‌های غربی میشود کار کرد، میشود کشور رو پیشرفت داد، میشود شاخص‌ها رو رشد بخشید. اینو من نمیگم، اینها جملاتی هستند که خیلی از شخصیت‌های اصلاح طلب بر زبان آوردن. به راحتی میتونید سرچ کنید و صحت کلام منو جستجو کنید و پیدا کنید. خدا رو شکر که این اتفاق افتاد و من و شما ایرانی امروز میتونیم مطالبه گری کنیم از مسئولان و دولت خودمون، به جای اینکه باور کنیم که بله، در این شرایط هیچ راهی جز پذیرفتن خواسته های دشمنان و علل خصوص آمریکا نداریم. این معجزه دولت شهید رئیسی بود. روزتون خوش عزیزان، خدا نگهدار.